اگه هنوز فکر میکنی فلافل با روغن خیلی زیاده که ترد میشه، این پست مخصوص خودته. این فلافلا رو فقط با یکم اسپری روغن با هواپز درستش کردم که نتیجه شد این فلافلای ترد و خوشمزه. تو این پست میخوام بهت یاد بدم چطوری درستش کنی که همینقدر ترد و خوشمزه بشه و وا نره. بهت پیشنهاد میکنم حتما درستش کنی. برای درست کردنش اول باید نخودا رو 24 ساعت قبل تو آب خیس کنی و چند بار آبشو عوض. بعد به همراه پیاز، سیر، جعفری و فلفل سبز و ادویه خوب میکسش کنی یا چرخش کنی. دستورای مختلفی از فلافل هست. خیلی‌ها توش بیکینگ پودر میزنن که من نزدم. برای انسجام بیشترش 2 قاشق آرد نخودچی هم بهش اضافه کردم. مواد که خوب مخلوط شد گذاشتم توی یخچال 1 ساعت استراحت کنه. با تنها قالب گردی که داشتیم قالب زدیم. شما اگه قالب خود فلافل دارین که چه بهتر. در نهایت چیدم تو سبد هواپز و یکم روغن اسپری کردم و این شد نتیجه کار. فقط ببین چقدر جذابه که با کمترین مقدار روغن میتونی یه فلافل این شکلی رو تحویل بدی. واقعا خوشحالم از موقعی که هواپز گرفتم. دیگه نیازی نیست تو اون همه روغن زیاد فلافل رو سرخ کنی. اگه از این آموزش لذت بردی خوشحالم میکنی که لایک کنی.